وای چقدر قشنگه اونجا. سلام سلام، 100 تا سلام به همه دوستای خوبم. حالتون خوبه؟ دوستای خوبم. یکی پشتمه ها. ما راه نمیدی؟ من راهش نمیدم بیاد بیرون. بفرمایید. باز کن دیگه اون یکی لنگر رو. بفرمایید. من اومدم. سلام علیکم. من اومدم. خوبی بچه؟ حالتون چطوره؟ خوش آمدین به اپیزود دیگه. خیلی پوری خانم اینجاست. سلام گفتم دیگه. سلام گفتی؟ آره این گلای خوشگله فقط. دلت تنگ نشده بود برای ما؟ خیلی دلم تنگ شد برای بچه‌ها. تو رو که همیشه میبینم. کجا میبینی؟ 3 هفته است نیومده. 3 هفته است نیومدم میبینی؟ در ببندیم، درمونو ببندیم. همسایمون داره چمن میزنه. چه خبر؟ اول خانوما مقدم ترن. نه. دیگه چی برسه که من مامانم. خانوم‌ها و آقایون برابرن. نه، خانوما مقدم ترن. به نظر من برابرن. هیچ کدوم از هیچ کدوم مقدم نباید. مطمئنی؟ این بهتره. ولی من یه چیز دیگه شنیدم اون فقط یه جاهایی مقدم میدونن، بعد همین یه بستر بزنگاه. در میخوای باز کنی میگم بفرما خانم. غذا میخوایم بخوریم خانم بفرما اول شما. شما باید بگی میخوام 100 سال نباشه. 100 سال سیاه؟ آره اگه برای مقدمه بذار جاهایی که باید باشه مقدم باشه. باش. حرف تو گوش میکنم. وگرنه اصرار کن بگو برابریم. پس برابریم. لازم نکرده. هر کی جلوتره خودش بره تو. من جلوترم. امروز بازم تا الان دقیقاً نمیدونم شما چی میخوای الان. واقعا نمیدونی؟ خب امروز چی میخوای درست کنی؟ چرا یقت اینجوری میشه؟ چرا لباسش پف میکنه؟ ول کن. مدلشه. میخوام یه چیز ماهی درست کنیم، یک غذای ماهی و شمال. یعنی اینکه شمالیا باید معمولاً هفته 1-2 بار ماهی رو بخورن. میخورین؟ ما میخوریم ولی شاید بعضی‌ها واقعا نتونن بخورن چون راهشون دوره، نمیتونن ماهی تهیه کنن. هر ماهی الان همه جا پیدا میشه. خلاصه ماهی‌های پرورشی. آره هست. من مثلا یه بودش که میخواستم بگم فصل صید تموم داره میشه. چی بود تو جیبت؟ این یه چیزی همینجا پوستش فصل صید داره تموم میشه کم کم. و الان این احتمالا آخرین ماهی سفیدیه که ما امسال خواهیم خورد. آخه خداحافظی کنیم یعنی با ماهی. چند روز دیگه تموم میشه؟ فکر کنم تا 20 اینجورا دیگه. دیگه 20 رفت که. نرفت؟ نه. دیگه 2 روز دیگه تموم میشه. و میخوام چیکار کنیم؟ با من دقیقا نگفتی چیه آخه. چه گفتی؟ یه ذره ور بریم بیچاره این قرصی برش بازی با کنیم. ماهی سفید. آره قرصی بازی. بریم. بفرمایید. بریم ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. اول من بفرما. خبر؟ ذوق دارم ببینم چی می‌خوای. واقعا؟ آره. ما امروز جالبه از اون غذاهای یه ذره قدیمیه با ماهی درست میشه و یه اسم جالبی داره به اسم شنیدی؟ ماهی افلاطونی؟ نه؟ احتمالاً شهرهای ساحلی مدل‌های طبخ ماهی‌هایش دارن که مربوط به منطقه خودشون میشه. الان این مال کجا هست؟ مال همینجا. مال گیلانه. آره. ولی من از اون رسیپی یه چیزایی برداشتم و یه تغییراتی داریم بهش میدیم امروز. یه تغییراتی. انگولکش کنیم. براش ولی به چه چیزایی نیاز داریم؟ قبل از اون پوری شما اینو دیدی؟ بهش میگن الاف. بله. ولی نام‌های متفاوتی داره. پیاز و بوی پیاز میده اما یک نوع سیر کوهیه. میگم توی جنگل هر دو بو رو انگار داره. آره. به نوعی از خانواده والک هاست. خیلی خوشگله. خیلی هم خواص داره. به قول پوری ویتامین C فراوون داره، منگنز داره،
و کلی خاصیت داره. خلاصه سیر داریم، کمی گردو آوردم، آب انار، عسل داریم، یه مقداری کره دوغگیری شده داریم، کمی هم آرد برنج. این چیزایی که برای امروز میخوام. آها، نارنج. حالا این نارنج میتونه هر نوع مرکبات دیگری باشه، پرتقال باشه، لیمو باشه، برصورت میتونید از اونم استفاده بکنید. من برای شروع ماهی آماده کنم. ما یه ترکیبی درست بکنیم که این ماهی رو توش مرینیت کنیم. خب پس لطفاً 2 قاشق توی این نمک دریا بریز. نمک دریا. این بعدا آب میشه مگه؟ این چیز میشه؟ اون نمک کوهه. خوب نیستی؟ دریا. اون وانیله. کوه. 2 قاشق غذاخوری. حالا یه ذره هم بیشتر ریختین ایرادی نداره بچه. من اینجا عیب نداره دیگه، چرخه روزگاره دیگه. یکی ها میخوره. خب شما ریختی پوری خانوم؟ بله. 1 قاشق چایخوری زردچوبه. خب این چاقو به همین شکل میارم تا کمی پایین. اینجوری ما میتونیم در واقع ماهی رو باز کنیم. یه خطم میزنم. اونایی که از استخون میترسن قزلالا بخرم بخورم. قزلالاش استخوناش کمتره. گوشت. خب اینو من رنده کنم جزو 2 تا چرا میگی؟ معذرت میخوام. بله یه مقداری جز رنده کنید. 2 تا میخک. بله. خب هی به من آدرس اشتباه میگی. اینم بزنین دیگه. میدونم هم بزنم ولی میخک 2 تا. اوه چه عطری داره میخک. جز چی میکنه خانم؟ چی شده؟ یه قاشق بگفت درونده. پوری خانم یه دونه سیر رو کوبیدم، این رو بهش اضافه میکنیم. 1 عدد. ما خواهی رنده کنم برات. نه رنده نه. خوردتر نکن. باش. یه ضربه بهش بزنین اضافه کن. خب به نظر همه جزو میبره؟ نه نمیبره، تند میشه دیگه. فلفل لطفا. دانه پایین. همه آسیاب کنید. تا پوری خانم فلفل رو آماده میکنه بچه ها، اینجا از این پوستای نارنج هم کمی به این شکل پوستش هم اضافه کنیم توی. آقا افشین بله. چی شد پرت شد این بر؟ داره مقابله به مثل میکنه. خانم شما چقدر لجبازی. حسابی فراوون بزنید ایرادی نداره. به این شکل پوست نازکش رو گرفتم و ریختم. بله فلفل هم اضافه کنم. خب حالا تون نمیشه. حالا چی؟ حالا دستا به بالا. یعنی چی؟ یه مقداری میشه از اون آب به این اضافه کنین. باز این ظرف قاشقش رو انداخت. چی دیگه؟ چقدر؟ بزنید بله. اول یه ترکیب اولیه بکنیم. خب حالا با اون پارچ لطفا آب بیشتری بریزید. بیشتر؟ بله. خب یه لحظه این ماهیمون رو که من بازش کردم به این شکل میبریم. خب یه مقدار دیگه هم آب اضافه میکنیم که بیاد روی ماهی. خب 45 دقیقه تا 1 ساعت و نیم میتونیم فرصت بدیم که کاملا طعم‌ها به خوردش بره. بریم و بیان.
بچه ها من میخوام ماهی افلاطونو وای خب در شمال وای من بردم من چی بابا می چشم عشق خب فرستد نمیتونم بدن کتاب بخونم ها بچه ها ماهی افلاطونی یه غذای شمالیه که میخوام یه ذره بخونم شما آشنا بشین با رسیپیش. در شمال ماهی رو با شیوه های مختلف طبخ میکنن. گوشت ماهی هر نوعش که باشه من نتونم بخنم من چرا این چشمان ضعیفه بسته هر نوعش که پخت بشه لذیذه، مخصوصا اگه به روش مردم کنار دریا پخته شود. این نوع طبخ ماهی مخصوص دهکده هاست. دهکده ای هست در شمال به اسم تقان نخوره کتاب به اسم شلستان وای طرز تهیه روش اول خب بس بابا بخندم خسته بستم من چشمان اشک و انقدر خنده بخودم. حالا دیگه فکر کنم همین ماهی به اندازه کافی در آب نمک با من است با اون موادی که چکودیم. الان ببشیم سراغ اونو بیرون ببریم صاف کنیم بعد سرخ کنیم خلاصه چی ده باید مشغوله بیم تا شما بدونید که اما چه چیز خوشمزه‌ای که چکودن داریم. من چکودن دارم قربون شما بشم من. لایک بچه ها به پارت بعدی خوش اومدین. یادتونه این کتاب زری خانم مرشی رسیپی که ما میخوایم انجام بدیم یه مقداری تغییراتی توش دادیم ولی برام جالبه از این جهت که برای این ماهی سوسی تعبیه شده ترکیبی از آب 4 تا میوه، یعنی 1 فنجان آب انار ترش، 1 فنجان آب قوره، 1 فنجان آب نارنج، 1 فنجان آب لیمو و این ترکیب وحشتناک ترش خیلی ترش میشه، یعنی یک جوری ترش میشه که اصلا من باورم نمیشه، غیر قابل تحمله. به هر حال خیلی جالبه. اینها رو با 2 قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی و میخک و جوز کوبیده و دارچین به قول شمالی اینکه ترش زاغوت به زاغوت یعنی زاغوت این خیلی دیگه ترش دیگه. به نظر من که جالب میشه این تغییراتی که دادیم. این 4 تا آب میوه رو من رسوندم به آب انار که به نظرم جذابه به تنهایی به خودی خود. حدود 200 میلی لیتر من آب انار رو میذارم روی شعله بجوشه و 1/2 بشه و یا نزدیک به 1/2، یعنی یک مقداری غلیظ بشه. بنابراین یه فرصتی به این میدیم. تو این فاصله میتونیم اگر چیزی میخوایم برای تمدهی این بهش اضافه کنیم. تو کتاب دارچین، میخک اینا همه رو گفته، جوز هندی، دارچین، میخک و به اینها اشاره کرده. بنابراین ما میتونیم من یه دونه بیشتر اضافه نمی کنم، 1 دونه میخک به این آب انارمون اضافه کنیم. تو همین مرحله جوز هندی هم از اونجایی که اون سمت به مواد مرینیت ماهی زدیم اونو دیگه من اینجا اضافه نمی کنم. حالا این یه مقداری که غلظتش کم شد من میخوام برای اینکه اینو معتدل کنم بهش حدود 1 قاشق غذاخوری عسل اضافه کنم. اون هم کمک میکنه غلظت بیشتری، قوام بیشتری پیدا بکنه و هم کمک میکنه ترشی مقداری معتدل بشه. بنابراین فعلا یه مقدار این فرصت رو بهش بدیم، بذاریم این بره جلو. در این سمت خانم ما اجازه بده اینجا یه ذره خلوت کنم، این سینی رو آزاد کنم که ماهیمونو تقریبا میشه گفت 1 ساعت شده. نه 1 ساعت شده؟ بله ما دیگه خارجش میکنیم.
اینو خارج میکنم توی این سینی. پوری خانم با دستمال خشکش میکنه کامل. آب اضافیشو کامل بگیرین لطفا. اینو پوری خانمی که شما باشی یه مقداری روی حرارت تفتیش میدیم، رستش کنیم، تفتش بدیم، بودادشه. درسته؟ بله بله لطفا. زیاده برای این ماهی نیست؟ این بس. بسش. اون بس. توی این فاصله من باقی رسیپی رو براتون بخونم. کمک میخواین؟ آره شورش سفته. خب شعله کم، بسیار کم. خاموش شد؟ نه روشنه. در اون سمت هم که آب انار ما داره قل میزنه. یه لطفی بکنید، یک قاشق غذاخوری خب عسل به این آب انار اضافه کنید تا میزانی بجوشه که به 1/2 تا 1/3 این حجم برسه. به هر حال چون میخوام یک سس ترش و ملس اناری درست کنیم دیگه. گردومون هم تو اون فاصله پوری خانم داره رست میکنه. عطرش بزنه بالا. به به. اما در رسیپی اصلی ماهی که آماده کردن و فلساشو که گرفتن، شکم ماهی باز میشه، محتویاتش خالی میشه، اونا که هیچی. ماهی رو با آرد میپوشونن، با کمی آرد پوشیده میشه و بعد در کره داغ سرخ میشه. اینجا عنوان شده آرد گندم. ما از آرد برنج استفاده میکنیم. من فکر میکنم که یه ذره بومی ترش میکنه، جالبه. در کره داغ شده که باز من فکر میکنم بهتره کره دوغگیری شده باشه. من الان مقداری کره رو دوغگیری کردم، اونجا آماده دارم برای این کار. وقتی کره دوغگیری میشه درجه حرارت قابل تحملش، یعنی دمای دودش میره بالاتر، بنابراین راحت تر میتونی سرخ کنی. از کره معمول اگر استفاده کنی زود دود میکنه، زود میسوزه. بسیار خوب. هر دو روی ماهی رو در روغن سرخ میکنن و ترکیب ترشی ها با هم مخلوط میشه. بهش رب گوجه فرنگی، میخک و جوز و دارچین اضافه میشه به همراه نمک و فلفل. سس را یک جوش میدهیم، آن را روی ماهی میریزیم. ماهی که سرخ شده در ماهی تابه را میگذاریم و ماهی را روی شعله ملایم میذاریم تا سس بپزه، غلیظ بشه و به خورد ماهی بره و بعد سرآخر ماهی را با آهستگی از ظرف بیرون میآوریم و سرو میکنیم. فکرم تغییری که ما انجام بدیم این باشه: ما یک سس انار درست کنیم با غلظت متوسط که کمی با عسل اینو غلیظ‌ترش کردیم. حالا اونو بهتون جلوتر میگم. کمی گردو داریم اون سمت که این رو رستش کردیم و نهایتاً برای تزیین روی ماهی ازش استفاده میکنیم، سازگار با ماهی. ماهیمون رو آماده کردیم، الان میاریم سرخش میکنیم. به همون شیوه بهش آرد برنج میزنیم، کاملا سرخش میکنیم در کره. برای تایم کوتاهی هم این رو توی فر میذاریم. یه شیوهی هم هست که بهتون میگم برای اینکه یک عطر و طعم دودی بهش بدید که اونم خیلی جذابش میکنه. چجوری اون همه ترشی میخورن آخه مردم؟ خیلی ترش. گلی ماهی هم ترشه؟ آره تمر هندی داره. اونم خیلی ترشه. ترش. آره. پوری میدونین که بچه ها میشلن داره. میشلنگ؟ وای شما مگه نگفت؟ مگه چیز نداشتی تو جوونیت؟ ستاره میشلن. پوری خانم همیشه با انرژی و لبخند. حال شما چطوره؟ مرسی، تو خوبی؟ قربونت. مرسی، منم خوبم. چیکار میکنی این روزا؟ برنامه خاصی داری؟ آره داریم آشپزی میکنیم. هوشمند جون، ستاره میشلن یعنی چیه؟ من نمیتونم میخوام به افشین توضیح بدم، بلد نیستم. آها، ستاره میشلن یه نوع جایزه است که به رستوران ها داده میشه. این ستاره ها بر اساس کیفیت غذا و خدمات رستوران بهشون تعلق میگیره. هرچی ستاره‌ای بیشتر، غذا و خدمات بهتر. معمولاً رستوران هایی با 1 ستاره سطح خیلی خوبی دارن. رستوران هایی با 2 ستاره خیلی برجسته و با کیفیت بالا هستن. و اونایی که 3 ستاره دارن بهترین رستوران های دنیا هستن که تجربه فوق العاده ارائه میدن. دستت درد نکنه. همه مامانا دارن. نه من الان میشلن دارم. نمیدونم، شایدم داشته باشم. آره
پولکاش هم گرفتم، کاملا آغشته به آرد میکنم. این میزان آرد به ترد شدن ماهیمون خیلی کمک میکنه. چیز میکنم. سسو میشه یه مقدار چک کنین؟ بله. بله. غلیظ شده؟ خوبه، بهتر شد، خیلی دیگه کم شد. ببین بازم توش. واقعا؟ من که گفتم این هرچی غلیظ‌تر بشه بپوری توشیش بیشتر میشه. بچه ما حدود 1 قاشق غذاخوری دیگه شکر قهوه‌ای اضافه کردیم به آب انارمون. خب ماهیمون رو آرد اضافهش رو میگیرم و اضافه میکنم. خب انقدر چیزه تره مثل پاک کردن باقالیه. این دیگه دود داره بلند میشه. چی پوری؟ دودی کره. اون دوده یا بخاره؟ نه بخاره. خود بخاره. تعداد از این سیرا رو اینجا اضافه میکنم به روغن ماهیمون. خفه پوری عطر سیر. شماره که باد نیایه. چجوری بعضی ها از سیر خوششون نمیاد؟ من ندیدم تا حالا کسی هست. من خیلی دیدم. به من میگن که تو چجوری سیر میخوری؟ واقعا؟ به خدا. سیر خام منظورته؟ آره سیر خام. با چی میخورین؟ چجوری میخورین؟ ما چون از بچگی خوردیم عادت کردیم. دیگه فکر کنم سرخ شده. خب خیلی خب این دیگه عالیه، به خاطر اینکه وقتی سرد شه. به حالا چیزی که باید بهش اضافه کنیم 50 گرم در اصل به این حجم، ولی میتونید کمترش هم بکنید. من حدود 30 گرم کره به این ترکیبمون اضافه میکنم و تو این پروسه دیگه رو حرارت نیست دیگه. تو این پروسه ای که داره خنک میشه چند باری میام و همش میزنم تا بهمون در واقع یک ترکیب شفاف، صیقلی و دلپذیر بده، به اصطلاح گلیزی. دیگه کره رو با حرارت خود انار اجازه بدید که آب بشه. من میخکش هم ازش خارج کردم. فکر کنم الان دیگه بتونیم ماهی رو برگردونیم. قشنگ طلاییه. روبه چه قشنگ. میگم روبه آرده قشنگ نشست به متنش. خب سیرا رو میرزم روش به خاطر اینکه نمیخوام دیگه بیش از این سرخ بشه. از اونجایی که قراره این ماهی باقی پختشو توی فر انجام بده کافیه براش. بله به اندازه ای که آرد برنجمون سرخ بشه و کمی رویه اون رو ترد و برشته کنه که تو فر وانره، این اتفاق افتاده و کافیه. بنابراین تو همین مرحله من برش میدارم. پوری خانم که شما باشی، شما میتونی برای ما یه مقداری از این برگ های چی بود اسمش؟ بیکار؟ نه اسمی بود مترادفش میشه مثلا فلانی بیکار و همینجوری. الاف الاف خورده کنم. علافه. بسیار. یه مقداری اما پوست دوباره نارنج اینجا داریم. بچه‌ها این ماهی رو من میدم کنار. از سس اناری که درست کردیم اضافه میکنیم روش. واو چه خوش رنگه. خب ما این ترکیب رو بعد بریم بذاریم توی فر برای هلوش بسیار کم، نیم ساعت، حدود نیم ساعت، تا طعم‌ها به خوبی به خورد هم برن و در واقع باقی پروسه پختمون اتفاق بیفته. ولی قبلش من یه پیشنهادی براتون دارم که اگه دوست داشتید میتونید این کار رو
بکنید. به ذائقه خودتون بستگی داره اما طعمش رو هیجان انگیز میکنه. خب نیمش رو من میبندم و برای نیم دیگرش فویل رو آماده میکنم. فرم رو گذاشتم روی 200 درجه تا گرم بشه. اینم برای نیمه دوم. یه دونه پیاله کوچیک این گوشه میذارم، فلزی باشه بهتر. و حالا ما میخوایم یه مقداری طعم دودی به این ماهیمون بدیم و برای اون باید از یه تیکه چوب استفاده کنیم. یک تیکه چوبی که در واقع برای درختان غیر صمغی باشه. این یک تیکه چوب بلوطه. اجازه میدم یه مقداری بسوزه. داره میسوزه دود کرد. دود باید بسوزه. دودی. ما اون عطر چوب و دود رو میخوایم دیگه. بریم؟ شما برو. میترسم بعد بندازم رود. باش دی من طاقت سوختگی نرم. تکه چوبمون رو میندازیم اینجا و حالا کره بندازید روش. این کره دود میکنه و سریع درش رو ببندید. میبریم میذاریم در فر برای هلوش نیم ساعت، به خاطر اینکه ماهیمون تا حد زیادی پخته. برای حدود نیم ساعت دما روی 200 درجه است. آماده بشیم برای سروش. خسته نباشی. تازه بخش مهم خوردن. میخوای چجوری تزیینش کنی؟ شوخ. گردو، دانه انار. طعم پیاز شیرین میده. یک طعم خوشایند پیازیه و البته خنکه. یعنی اگه بخوام یک توضیح بدم، اون حس خنکی داره که مثلا شما نعنا میخورید، اینش جالبه، ولی طعم پیاز میده. جذاب و خوشایند. پوری خانم سردشه، با شال و کلاه کنار گاز و راستشو بخوام بهار آقا چه سرما. 24 درجه سانتیگراد دما. واقعا؟ بله اونجا دماسنج. 24 که دیگه تابستونه پسر. پس نشه میگیریم این سرما تلقینیه. نه پسر تلقین چیه؟ تو کلا تلقینی هستی؟ من سرمایی هستم. تلقینی هستم. یه دونه زیر قابلمه‌ای هست اینجا هست. یکی کم نیست؟ نه چه بویی. اوی چه خوش رنگ شده. بله. من اولین کاری که میکنم اینه که سیرها رو جدا میکنم. بله. کار بدم به شما؟ بده له کنم. بله. اونو شما قشنگ لهش کن. ما بیایم اینجا. بچه‌ها برنج پلوپزی گذاشتیم. غذا میگن قبل از اینکه بخوری ببینی خوشمزه است، اول باید از قیافش خوشت بیاد. جدی؟ هرچی خوش قیافه بشه اشتهات بیشتر باز میشه. خب تو میخوام زهره چرا بیش مردی آقای فیلم بردار نگاه نکن اصلا می دوربین مرا نگاه نکن خب بیازه کشم. گوگلی شده گوگلی. آروم. سس بیشتر، پراکنده، کمی گردو، کمی از این دانه انارای بی‌نظیر. این تاچ بومی محلی بی‌نظیرشه. قشنگه. بس دیگه بخوریم دیگه. ریز ریز. اینجا چی داریم؟ برنج کته.
من چی کار میکنم؟ یه ذره از این برنج بهش اضافه میکنم. چه کتپلایی بوسته. سیرهایی که توی موادمون توی فر گذاشته بودیم. بازم میخوای؟ جان نه همون عالیه. سیرها رو بهش اضافه میکنم. نو مدل چه بود؟ پوری خانم میریزی شما؟ اینو؟ بله. مفهومیست. نوش کن. از این برنجمون بریزیم این تو. به به عطرش بی نظیره. اون به سهممونه. سهم منه. مگه با اون میشه خورسیر شد. پوری ستاره دار، شما نباید غریبه باشی با اینجور سروا. آشنایی دارم. شما تو رستوراناتون مگه اینجوری سرو نمی‌کنین؟ یه ذره خدا تو من میگیرین؟ رستورانمو بستم من. اومدم پیش تو. اینم از تهدیگمونه. چاقوقی؟ چی قرتی بازی؟ وای. عالی. عالی. پرفکت. پرفکتو. قرتی بازی؟ بریم بچه‌ها، بریم برای سرو ببینیم پوری خانم خوشش میاد یا نه. بریم. اول من بله. اینجا اول من نه هر دو با هم. هر دو با هم. از مایش بچشین، از پلوش بچشین. پلوش که البته خیلی ساده. ترشی‌هایی که روش ریختی خیلی خوش طعمش کرد. میتونم به مراتب مای سفید فقط استخون، اگر نه مزهش که عالیه. خیلی خوش مزه. این مزه خوص میده بچه‌ها با ماهی. آقای فیلم مردار دهنت آب افتاد. بده ما بخوریم بعد به تو هم میدیم، نگران نباش. خب زحمت کشیدی خیلی. نوش جان. میخوایم ما قطع کنیم که شما راحت باشید. آره یعنی راحت نیستم. باید قشنگ دروپی بخورم. خسته نباشید. قربونتون، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از اپیزود امروز. و اگر میخواین ماهی درست کنین یک باری، به این مدل ماهی افلاطونی بروز شده هم فکر کنید. آره افلاطون، نمیدونم چرا اسمش افلاطونه. اینه کاش از هوشمند میپرسیدیم. فکر نمی کنم بدونه. نمیدونه. ممکنه دروغ بگه. کی دروغ بگه؟ هوشمند؟ آره. آخه دروغگو نیست. نه اگه ندونه یه جوابی میسازه. اینقدر ببین چقدر هوشمندی که خودش هم یه چیزی میسازه. خلاصه این شما و این هم ماهی افلاطونی امروزی. قرتی بازی امروزی شد. ماهی به شکل قرتی بازی. قربونتون، مراقب خودتون باشین. امیدوارم که شما هم درست کنید، حالش رو ببرین و ازش خوشتون بیاد. به همراه پوری خانم تا یه برنامه دیگه با من. همه سابسکرایب چیز نوتیفیکیشن براشون میره. باید زنگوله رو روشن کنن که زنگوله رو بزنم میره دیگه نه؟ خب زنگوله رو بزنیم بچه‌ها. خداحافظ شما. باش بهتون. خداحافظ. دوستتون داریم. بای بای. چه خوش کیسه تو. ببینم میشه یه بازی میکنه بود. آره دیده بودم اینا. میخواستم ببینم ستاره. بپرس، خوشحال میشم کمکت کنم. ستاره ستاره چی بود؟ ستاره چی بود؟
میشین خب برای یادشو بذار رو چشم